بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. و ایشان از چیزی پیروی کردند که آن را در عهد پادشاهی سلیمان شیطانها می‌خواندند. سلیمان هرگز کافر نشد، بلکه این شیطانها بودند که کفر را اختیار کردند. به مردم جادو می‌آموختند و نی چیزهای را که در بابل بر فرشتگان هاروت و ماروت فرود آورده شد. این دو فرشته هیچ کس را چیزی نمی آموختند مگر آن که می گفتند ما صرف برای آزمایش هستیم، پس مرتکب کفر مشو. مردم از این دو فرشته چیزهایی را می آموختند که با بکار بردن آنها میان شوهر و زنش جدایی می افکندند. اما با این کار خود تا خدا نمی خواست به هیچ کس ضرر رسانیدن نمی توانستند و ایشان چیزی را می آموختند که برایشان ضرر می رسانید و سود بار نمی آورد و آنها واقعا خوب می دانستند کسی که جادو را برگزید از آخرت بهره ندارد و چی بد بود چیزی که خود را به آن فروختند اگر می دانستند.